درود بر شما همه عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و اما همونطور که بهتون گفته بودیم الان مرحله 2 و قسمت خودروهای دنده‌ای رو با هم شروع میکنیم. آموزش این مرحله بسیار مهمه که به محیط زیست توجه داشته باشید و آماده سازی های لازم رو قبل از حرکت انجام بدید. امروز میخوام تمام جزئیاتی که نیاز دارید برای شروع رانندگی با خودروهای دنده‌ای رو خیلی جامع، مختصر و مفید، هم جامع است به خاطر اینکه اطلاعات بسیار مفیدی بهتون میده، هم سعی میکنم مختصر باشه و هم مفید که کاملا به دردتون بخوره. پس همراه ما باشید تا این قسمت رو هم با هم شروع بکنیم. اولین قسمتی که ما باید مد نظرمون باشه دنده های خودرومون هستش که باید بشناسیمشون، بدونیم که چجوری از چه طریق بتونیم از دنده ها استفاده بکنیم. برای تعویض دنده همیشه یک پدال اکسترایی داره توی ماشین های دنده‌ای به نام کلاج. از کلاج باید استفاده بشه، پس موقع تعویض دنده از کلاج میتونیم استفاده بکنیم. بر اساس شرکت سازنده هر خودرویی دنده های خودرو متفاوت هستش، به این معنی که بعضی از شرکت ها مثل فولکس واگن که دنده عقبش یه جایی جا میره به اصطلاح و BMW و بقیه تولید کننده های خودرو هر کدومشون ممکنه متفاوت باشن. این اطلاعات رو خیلی واضح روی خود دستنده خودرو میتونیم نگاه بکنیم و تشخیص بدیم. الان این وسیله نقلیه‌ای که ما داریم، خودرویی که داریم، ماشین فولکس واگن هستش و دنده عقبش در حقیقت آر نشون میده به نام ریورس آر و الفابت آر رو داره. و کجا جا میره و چی جوری استفاده بکنیم؟ بیاین ابتدا از سنگین ترین دنده که دنده عقب هست شروع بکنیم. توی این خودرو ابتدا یاد بگیریم که دنده نوترال یا خلاص حالت وسطه که کاملا خلاص هست. معمولا وقتی ما ایستادیم و اصلا استفاده نمی کنیم روی خلاص میذاریم موقعی که خودرومون روشن هست. حالا میخوایم بریم تو دنده عقب. نحوه دست گذاشتن روی دنده و گرفتن دنده خیلی میتونه به ما کمک بکنه که دندمون درست جا بره. دنده عقب برای ماشین های فولکس واگن کنار دنده یک و در حقیقت کنار زانوی سمت راست ما، زانویی که نزدیک به دست دنده قرار میگیره. برای اینکه این اتفاق بیفته کافیه دستمون رو بذاریم روی دنده و بیایم قشنگ سمت زانومون و به سمت جلو حرکت بدیم دستمونو. اینجا متوجه میشیم دنده یه مقدار رفته پایین تر و تو دنده عقبه. یادمون باشه کلاج رو همیشه باید نگه داشته باشیم. حالا اگر میخوایم آزادش بکنیم دوباره یه مقدار فشار میدیم میاریم تو حالت خلاص. این دنده عقب بود. و اما دنده یک، برای دنده یک بهترین حالت اینه که دستمون رو به این صورت بگیریم و این دفعه دیگه احتیاج نیست فشارش بدیم، کافیه که کلاجو که گرفتیم دنده رو به سمت زانومون دوباره حرکت بدیم و در حقیقت با این قسمت دستمون دنده یک رو وارد و جای خودش قرار میدیم. دنده دو هم به همین صورت توی همون راستا میاد عقب قرار میگیره، یعنی از قسمت خلاص خارج میشه و میاد عقب. دنده سه حالا دستمون به صورت صاف قرار میگیره و دقت داشته باشید دوباره برای فشار دادن از این قسمت استفاده میکنیم و دنده سه رو جا میندازیم. دنده چهار دوباره از نوک انگشتانمون و به این صورت میاد روبروی 3-4 قرار میگیره. و اما اگر ماشینمون 5 دنده یا 6 دنده باشه که 5 دنده بودن بسیار معمول است توی کشورهای اروپایی حداقل،
کافیه که دستمون رو برگردونیم، موقعی که میایم توی خلاص یه فشار بدیم قشنگ به سمت قسمتی که سرنشین کنار راننده یا اصطلاح شاگرد میشینه و وارد 5 بکنیم و دنده 6 رو هم دوباره دستمون رو، کف دستمون رو به سرنشینی که بغلمون نشسته نشون میدیم و در امتداد دنده 5 قرار میدیم. حالا کی و کجا از دنده 1 بیایم 2 و چه دور موتوری داشته باشیم و یا میتونیم به چه چیزایی دقت بکنیم، همراه ما باشید تا بعد از استارت و مراحل استارت بهتون بگم که کی از دنده 1 بیایم دنده 2، کی از 2 بریم 3 یا بعضی موقع از 3 بریم 5 که این همون تکنیک محیط زیستیه که راجبش صحبت کردم. یا از 2 یا میتونیم بریم 4، از 2 آیا میشه رفت دنده دیگه ای و چه دنده ای. همراه ما باشید تا بقیه آموزش. برای حرکت با خودروهای دنده‌ای باید به چند تا مطلب مهم توجه داشته باشین. شماره 1 استفاده از کلاجه. کلاج رو فقط تو 4 جا باید استفاده بکنیم: موقع حرکت، موقع تعویض دنده، موقعی که میخوایم نیم کلاج یا حرکت لاک پشتی بکنیم و موقعی که میخوایم بایستیم. این 4 تا رو توی ذهنتون باشه و همیشه یادتون باشه قبل از گردش ها، یعنی قبل از پیچیدن به سمت راست یا به سمت چپ، قبلش ما باید دندمون رو آماده کرده باشیم. بنابراین کلاجمون رو هم قبل از پیچیدن ها استفاده میکنیم. هنگام رانندگی حرکت با دنده خلاص و یا فشار دادن کلاج مصرف سوخت شما رو افزایش میده و طبعاً به آلایندگی محیط زیست کمک میکنه، یعنی محیط زیست رو آلوده میکنه. این رو توی ذهنتون داشته باشید. الان دیگه درجا میریم سراغ حرکت با خودروهای دنده‌ای. آماده باشید تا بقیه آموزش. بسیار خوب. یکی از قسمت‌هایی که بسیار مهمه حرکت از کنار و یا شروع رانندگی تو سربالایی هستش. همونطور که براتون قبلا توضیح دادم، نیم کلاج به شما خیلی کمک میکنه. پاشنه پا رو میارید بالا، کلاج رو آهسته، پاتون رو ترمز هست. همونطور که میبینید صدای موتور یه مقدار تغییر میکنه. شما باید طوری این رو تمرین بکنید که وقتی تو سربالایی وایسادید، ماشینتون یا خودروتون بدون اینکه بره جلو بتونید با نیم کلاج بدون اینکه برداشتن پاتون از روی کلاج باشه یا اینی که اصلا ترمز رو رها بکنید و بتونید ماشین رو تو سربالایی به این صورت قفل بکنید. اینجا در حقیقت صحبت 1 میلیمتر حساسیت روی نیم کلاج. من اگه الان کلاج رو یه مقدار فشار بدم، خودرو به سمت عقب میره و اگر بیارمش بالا به سمت جلو میره. این بسیار مهمه موقعی که میخواین از کنار حرکت بکنید توی شرایط شیب سربالایی. این رو باید داشته باشید. بعد نگاه ها انجام بشه، بعد نقطه کور رو ببینید، بعد راهنما و حرکت. اینم نیم کلاج بود در حقیقت. خب حالا بیایم ببینیم تو واقعیت چه اتفاقی میفته و وقتی من نیم کلاج گرفتم چجوری از کنار حرکت میکنم. بسیار خوب. حالا متوجه شدیم که دنده‌هامون چجوری جا میره. برای استارت کردن خودروهای دنده‌ای بسیار مهمه که آماده سازی بکنیم. قبل از این که بخوایم حرکت بکنیم، توی آموزش‌های قبل بهتون گفتیم که تنظیم تجهیزات چجوریه و همه رو چک کردیم. الان آماده هستیم برای حرکت با خودروهای دنده‌ای. قبل از اینکه ما ماشینمون رو خاموش بکنیم، دنده 1 رو انتخاب میکنیم که الان دوباره باز براتون تکرار میشه و متوجه میشید. برای استارت کلاج، ترمز، دنده رو مطمئن میشیم که دوباره 1 هست اگر بخوایم جلو بریم، اگر نه عقب رو استفاده میکنیم. اگر تو پارکینگی هستیم که میخوایم دنده عقب بریم. کلاج، ترمز، انتخاب دنده. استارت که الان توی این خودرو ما با 1 دکمه صورت میگیره و ترمز پارکینگ که ترمز پارکینگ رو خاموش میکنیم و چراغ ترمز پارکینگ رو هم مطمئن میشیم که خاموش شده.
به این صورت. خب حالا دیگه آماده حرکت هستیم. یادمون باشه تو کشور سوئد 1 دقیقه بیشتر اجازه نداریم که ماشینمون در جا کار بکنه. وقتی استارت زدیم در حقیقت ما اون نگاه به نقطه کو رو همه رو انجام دادیم. حالا راهنمای چپ رو برای نشان دادن میزنیم، ولی قبل از اون حتما نیم کلاجمون رو انتخاب کردیم. یعنی نیم کلاج به این صورت که ماشین آماده حرکت هست. حالا کافیه یه مقدار بر اساس شرایط سربالایی و سرپایینی کلاجمون رو آهسته بالا بیاریم، رها نکنیم و به رانندگیمون ادامه بدیم. حالا دیگه با کلاج کاری نداریم. وقتی رسیدیم به شرایطی که خواستیم ترمز کنیم، ابتدا ترمز، بعد کلاج، بعد دوباره نیم کلاج رو بنا به سربالایی و سرپایینی انتخاب میکنیم. به این صورت که دیدید حرکت صورت میگیره.